سلام علیکم. سلام آقای کمباری، حال شما خوبی؟ شما خوبی؟ خوشی؟ قراره در مورد تخصصتون صحبت کنیم. آره ببین دو تا محل بالاتر شده رامون. نکته که وجود داره امروز و این ویدیو، چون ما راجع به این چیزی که میخوایم الان حرف بزنیم قبلا خیلی صحبت کردیم به شکل و شمایل مختلف، ولی امروز توی این ویدیو اولا که میخوام یه سری نقد ها بکنم، چون اصلا داشتم ریسورس جمع میکردم. یه خورده اصلا واسم جای سوال بود که این همه پاسیبیلیتی و این همه چیزهای مختلف وجود داره. اول بگو میخوای در مورد چی صحبت کنی؟ اول میخوایم اینو بگم، یعنی اصلا بگو سابجکت رو نگفتی. ما میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که خب با دو تا نرم افزار سابستنس پینتر و دیزاینر که هر جفتشون توی زمینه تکسچرن چه کارهایی میتونیم بکنیم، چه محصولاتی میتونیم تولید بکنیم. خب احسن. سعی میکنم مثل ویدیوی قبلی که در مورد زیبراش بود دسته‌بندی های مختلف رو بگم. باز هم میگم من یه چیز کلی رو دارم میگم، یه چیز جنرال رو دارم میگم. شما ممکنه وارد یک دسته‌بندی بشید، یک کاتگوری خاص مخصوص به خودتون رو بسازید و مسیر خودتون رو طی بکنید. این چیزایی که دارم میگم یک شرح حالی از وضعیت مارکت فعلیه. خب در حوزه سابستنس پینتر و سابستنس دیزاینر. دقیقاً. یک توضیح هم بگم بهتون که سابستنس پینتر و دیزاینر جفتشون نرم افزارهای ادوبی هستن در حال حاضر و کارشون هم اینه که شما میتونید تکسچرینگ انجام بدید، ساخت تکسچر انجام بدید. حالا دیزاینر به صورت دو بعدی و تای لول و حالا ابزارهای مختلف، پینتر روی یک مدل سه بعدی شما میتونید اون تکسچرینگتون رو انجام بدید. اینو بگم و برم سراغ در واقع توضیحاتی که میخوایم با هم دیگه داشته باشیم. آقا چرا انقدر کار تکراری؟ اصلا برام خیلی عجیبه. ببین یعنی من داشتم کارا رو نگاه میکردم انگار مثلا یکی یه موضوعی رو کار میکنه تا 50-60 نفر عین همونو تولید نکنن بی خیال نمیشن. اصلا خیلی واسم عجیب بود. یعنی من دنبال یه کار یونیک میگشتم، کلی زمان گذاشتم. حالا نمیدونم، شاید مثلا زمانی که من خودم دارم این کار رو انجام میدم و این چیز رو میبینم این میاد توی ذهنم که آقا چقدر از حجم سکوت من مشخصه دیگه. اصلا میگم یه چیز عجیب و غریب. بعد مثلا من میخواستم دنبال براش توی سابستنس بگردم، خودمون بودیم با یکی دو نفر دیگه، بقیه همه کپی. اصلا خیلی عجیب غریب بود، خیلی عجیب. چرا فکر میکنی؟ دلیلش میکنی چیه؟ راستشو بخوام بهت بگم دلیلش فکر میکنم دلیلشو میخوام از ساید تو بگی، از دیدگاه من. ببین خب اصلا از سمت خودمون، یعنی ما خودمون وقتی میخوایم تولید محصول بکنیم، نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی وقتا یه سری ایده ها رو انجام نمیدیم. خب یه سری ایده های جدیدو به خاطر اینکه هم زمانگیره، هم مطمئن نیستیم جواب میده یا نه، ولی به غیر از این احساس میکنم تنبلیم یه خورده. یعنی حتی حاضر نیستیم که ایده پردازی. آره چون ببین کسی که مثلا میتونه A رو تولید بکنه B هم میتونه تولید بکنه، خب و C هم میتونه تولید بکنه، فقط فکر کنه و این کار نمیکنه. و اصلا خیلی واسم عجیب بود، خیلی واسم عجیب بود. حالا بگذاریم از این موضوع، بریم سراغ اصل صحبت خودمون. بگم ببخشید من عذرخواهی میکنم. بفهم. ببین یه مسئله دیگه ای وجود داره. شما زدی CD2 داستان که گفتی ایده پردازی. داستان اینه که افراد اصلا شناختی نسبت به اون نرم افزار ندارن، یعنی شناختی نسبت به سابستنس پینتر و دیزاینر ندارن. ما تصورمون اینه که سابستنس دیزاینر و سابستنس پینتر رو بلده. نه ببین اومده یک دوره آموزشی دیده، یه سری سرفصل ها رو دیده، مثلا نحوه ساخت اسمارت متریال، نحوه ساخت آلفا براش ها، نحوه ساخت فلان و بهمان. بعد اینا رو دیده و کار نکرده. ما چرا محصولات یونیک تری داریم میزنیم؟ چون درگیر این نرم افزاریم، چون داریم ازش استفاده میکنیم. اینو قبلا هم من گفته بودم، چون ما داریم باهاش کار میکنیم میدونیم چه چیزهایی نیاز داریم و چون میدونیم چه چیزهایی نیاز داریم میریم اون محصولات رو تولید میکنیم. حالا بقیه چی میشن؟
بقیه چون کار نکردن و کار نمیکنن، فقط سریع دنبال تولید محصولن، میان مارکت رو میبینن میگن فلانی فلان محصول زده، مثلا توی مارکت فلان محصول، بدو میرن همونو میزنن. این اصطلاح بدو میرن همونو میزنن و من فکر کنم بالای 50-60 بار توی فیلم های یوتیوبمون گفتم که گفتم آقا اگر میخوای محصول خوبی رو ارائه بدی، کاربر اون نرم افزار شو. یعنی تبدیل شو به اکسپرت اون نرم افزار و فقط دنبال محصول تولید کردن نباش تا بتونی محصول تولید. من همین امروز صبح داشتم با یکی از بچه‌ها صحبت میکردم توی یک حوزه تخصصی خودش خیلی کار خوبی داره انجام میده، با وجودی که 5-6 تا محصول بیشتر نداره، ولی چون حوزه تخصصیشه فروش فوق‌العاده خوبی داره، 4-5 تا محصول هم بیشتر نداره، ولی محصولاتش خیلی با کیفیتن. واقعا خودش هم گفت من فکر می‌کنم به خاطر با کیفیت بودن محصولاتم که داره این اتفاق میفته. گفتم نه، به خاطر اینکه اکسپرت اون تخصصی. اصلا ببین نمیتونی تو بگی که آقا مثلا من میخوام برم واسه مکانیک، یک شخصی که مکانیکی کار میکنه یه ابزاری تولید بکنه و هیچ چیزی ندونی. تو باید بدونی کار اون چیه، جای اون قرار گرفته باشی، سختی‌های کارشو دیده باشی، بعد حالا بیای بگی اوکی من یک سولوشنی واسه یک پرابلمی تولید میکنم. در غیر این صورت خب شما میتونی کلی ابزار تولید بکنی، نه میخرن ازت، نه فروش تجربه میکنی، هیچ، اصلا صفر. یه ایرادی بود که واقعا نمیتونستم نگم چون داشتم نگاه میکردم. خب خیلی کار تکراری بود، خیلی، و بدون فکر، بدون هدف، یعنی صرفا یه چیزی زدن. یعنی اصلا وقتی نگاه میکنم میگم آقا این که نه کیفیت داره، نه رو کار خودت میتونی ازش استفاده بکنی، نه تونستی درست پرزنتش بکنی، فقط تولید کردی که بذاری. اوکی حالا ما هی میگیم نترسید بیایید محصول بذارید، بعد مثلا میرفتم نگاه میکردم میدیدم یه روال بد رو اصلا چندین وقتی که داره همینجور تکرار میکنه. ایرانی ها هم نه تنها، یعنی فقط نگم مثلا فقط بچهای ایرانی اینجا، خارجی ها هم همین شکلی هن. یعنی توی خارجی ها هم نمونه های این مدلی من دیدم، ولی خب شاید به خاطر اون آشنایی بیشتر ما ایرانی‌ها نسبت به این راه درآمدی، خب تعداد ایرانی بیشتره. آره دقیقاً. خب بریم سراغ خدای اومد این راه‌ها یاد داد. بریم سراغ صحبت خودمون ببینیم که چه خبره. خب در مورد دیزاینر و پینتر که یه توضیح خیلی خلاصه بهتون دادم. اولین موردی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، اولین کاتگوری آموزشه. یعنی شما یک کاری رو انجام میدید، یک نتیجه خاص رو میگیرید، روش زمان میذارید و بعد اون رو تبدیلش میکنید به آموزش. اولین چیزی هم که میخوایم با هم دیگه راجبش صحبت بکنیم این کاره. این کار کلا توی سابستنس دیزاینر انجام شده، همش، یعنی همش تکسچره و آموزشش هم ضبط کرده و گذاشته. خب خیلی کار جذابیه. ببین کاربرد نداره ها، یعنی اینجوری برداشت نکنیم که اوکی این مثلا خیلی نمایی بیشتر. آره دقیقاً. یعنی شما وقتی که یاد میگیری همچین خروجی از دیزاینر بگیری، یعنی روی ابزارها، روی منطق، روی اون ورکفلوی دیزاینر سوار شدی، میدونی چه خبره و میتونی هر خروجی بگیری. خب این اولیش بود که میخواستم نشون بدم. این خروجی توی پروداکشن استفاده میشه؟ نه استفاده نمیشه. نه اگر هم استفاده بشه به یک شکل و شیوه خاصی استفاده میشه، ولی نه اون قدری که فکر بکنیم. میگم بیشتر اون حالت اینو داره که آقا ببین من تونستم با دیزاینری همچین چیزی بگیرم. خب مثلا بخوام بگم مثلا استفاده نمیشه، اون شکل و شمایل خاص مثال میزنم. مثلا یه منوی داریم توی یک بازی، خب یه مثلا حالت تامنیلی وجود داره که این تامنیل قراره یه همچین مثلا شهری رو نشون بده. اوکی، بعد قراره یه سری تغییرات توش اتفاق بیفته، شهر بزرگتر بشه، کوچیک‌تر بشه، یا مثلا اتفاقای این شکلی. خب اولا که ارزش نداره بخوای واسه یه تامنیل بیای زمان بذاری مدل سازی چیدمان موارد این شکلی رو انجام بدی.
بعد بخوای اگر پینت بکنی تغییر دادنش کلی زمان برای سخته. یه همچین منطق و یه همچین ساختاری اگر داشته باشی با دیسپلیسمنت روی همون کره کارو در میاری، تغییراتت هم خیلی راحت انجام میدی، دوباره فقط رندر میگیری. خب میگم یکی از ایده هاییه که مثلا چجوری میشه از این کار استفاده کرد، ولی اون که شما فکر کنی میاد از این برای یک شهر توی یک بازی مثلا یا یک انیمیشن استفاده میکنه، اصلا نه، اصلا نمیشه. همش دیسپلیسمنت دیگه، چجوری میخواد جزئیاتو خیلی ریز و کوچیک در بیاره. کوچیک در این کار اول. کار بعدی میریم توی حوزه یه پینتر، یه کوچولو از دیزاینر استفاده شده. ببین کار خیلی خاصی نکرده، یه کتابه، خب برداشته یه تکسچرینگ به این شکل در آورده روش و یعنی تکسچرش رو توی سابستنس دیزاینر ساخته، پترن ها رو توی دیزاینر ساخته، کلیت اپلای کردن اون متریال و تکسچر توی پینتر روی مدل کتاب انجام شده و بعدم نورپردازی و رندرینگ و موارد دیگه‌اش توی آنریل انجین اتفاق افتاده. خب تکسچر باحالی ولی خیلی دقت نداره نداشته توی پترناش، مثلا خیلی بهتر کار کرد. همینو میگم، ولی ایده جذابیه. اصلا کلا شما ببین این که بیای یک مدلی رو ورداری همه کارشو خودت بکنی و تبدیلش بکنی به آموزش، خب ایده ایه که ما خیلی وقتا ازش میگذریم، ولی زمانی که شما زمان بذاری روش نتیجه خوبی بگیری چند تا اتفاق با هم میفته. چرا جذابه؟ چرا ایده جذابه؟ آره چرا ایده جذابه؟ ایده خوبیه. چون اگر من نوعی یه همچین کاری رو بزنم چند تا اتفاق واسم میفته. یک، اومدم یک پورتفولیو برای خودم درست کردم، یه قطعه‌ای از پورتفولیو برای خودم درست کردم. دو، فردا روز نمیتونم منو زیر سوال ببرن که این کار خودت نیست. چرا؟ چون آموزششو ضبط کردم. خب پروف داری. آفرین. سه، توی تجربه امین که چجوری از در واقع ایران، من مثلا امینو می‌خواستم بزنم. آره. و چجوری جاب آفر گرفت. ببین یکی از فاکتورها این بود که امین اومده بود یه کاری رو کرده بود و آموزشش رو ضبط کرده بود و روی همون داشت مانور میداد. حالا اتفاقی که اینجا 20 ساعت آموزش ضبط کردم. آره حالا ما قرار نیست 20 ساعت آموزش رو ضبط بکنیم. صرفا میذارم لینکشو این بالا میذارم. دست در نکنه. صرفا کلیت کار اینه که ببین من یه کاری رو بلدم، انجام دادم و ترسی هم ندارم، دارم نشون میدم، یعنی چیزی واسه قائم کردن ندارم. خب یعنی هم اون قطعه پورتفولیومو درست کردم، اون آرت ورکمو درست کردم، هم محصولمو درست کردم، هم یک پروفی دارم، هم کم کم توی زمینه آموزش شناخته تر شدم. خب و از همه نظر یک محصول استراتژیک خیلی خوبه. یه امای بزرگ اینجا وجود داره. خب اونم اینه که باید زمان بذاریم و یک کیفیت خوب ارائه بدیم، یک چیز یونیک ارائه بدیم. خب چه توی دیزاینر، چه توی پینتر، توی هر موضوع دیگه هم بخوایم بررسی بکنیم، این موضوع فاکتور خیلی مهمیه. چیزای عادی زدن خب خوبه ولی نه واسه فروش. مثلا میتونی واسه یوتیوب بذاری که مثلا ویو بگیری صرفا، ولی اگر میخوای چیز خاص کار بکنی 100% باید روش زمان بذاری و یک ایده و کانسپت خوب پشتش داشته باشی تا بتونی یک محصول خوب بشه. چون خود این محصول خوبیه ها، حالا ما از لحاظ تکنیکال بخوایم بهش نگاه بکنیم باگ زیاد داره، ایراد زیاد داره، ولی خب خودش محصول خوبیه، اجراش خوبه، پرزنتش خوبه، گیراس، یعنی تو وقتی میبینی توی اون لیست محصول این محصوله همزمان کار تکسچرینگش رو انجام دادی و رندرینگش هم توی آنریل انجام داده. اصلا فقط تکسچر، آموزش فقط تکسچر، یعنی مدل سازی نیست. تو دیزاینر پترن رو ساخته، توی پینتر متریال رو ساخته، توی آنریل رندر گرفته. یه مدیریت زمان هم داشته باش چون تعداد محصولات زیاده. حتما. خب دسته بعدی که در واقع اینجا وجود داره اینه که آقا ما یه سری مدل داریم، خب متریال پردازیش بکنیم و بعد آمادش بکنیم واسه موتور رندرها و در واقع گیم انجین‌های مختلف. یعنی مدل رو با استفاده از تکسچرهای PBR آماده میکنیم واسه کلی یوزر. خب به عنوان مثال این چیزی که اینجا در واقع گذاشتیم مدل های ساده، تکسچرینگش هم همه با پینتر و حالا با کمک دیزاینر هم میتونیم این کار رو انجام بدیم که تکسچراشو بسازیم. این هم یه مدل دیگه است. ببین یه دونه مدل، حالا قیمت $23 اگر نگاه بکنیم، یه دونه مدل روش کلی زمان گذاشته شده،
به این نتیجه رسیده و برای فروش گذاشته. در واقع همون اسستاست دیگه، همون استا. یعنی الزاما مثلا پرتغال و چه میدونم. نه من صرفا خواستم یه سری مثال خارج از چیز بیارم، خارج از عرف بیارم. دقیقاً. خب از این میگذریم چون مثالاش زیاد، خودتون هم خیلی راحت میتونید سرچ بکنید و خیلی هم میتونید روش مانور بدید، یعنی همه کار میتونید بکنید. کیت بش میتونید بسازید، بیس مشاتون رو میتونید مثلا بیاید روش متریال پردازی بکنید، به عنوان اصلا asset جدا بفروشید. مثلا این میتونید یه سری موضوعات خاص داشته باشید و ادامه داستان. خب بریم سراغ یک چیزی به اسم اسمارت متریال. این خیلی خوب بود، این اسمارت، این خود همین محصول خیلی محصول جذابه. آره حالا اسمارت متریال به خودی خود ما مخصوصا مخاطبهای ما به این میشناسن که یه کاری رو انجام بدیم و اون اسمارت متریال توی سابستنس پینتر رو داشته باشیم، در حالی که گستره اسمارت متریال خیلی بزرگه، خیلی وسیعه و کلی اتفاق عجیب و غریب میتونه توش بیفته. خب نمونهش این چیزی که الان دارم اینجا نشون میدم. ببین این توی پینتر، خب شما زمانی که یک در واقع پینتی انجام میدی من داشته باشم فکر کنم نداره. نه آره یه جا دیده بودم. خب من اینجوری نشون میدم. ببین خطا رو میکشی، خب یه خطی کشیده میشه، این پوست ترک میخوره، در واقع باز میشه، این خطای فلزی اضافه میشه. خود این خطای فلزی به صورت رندوم یه سری در واقع پترن دارن و بعد اون پوسته که باز میشه خودش یه سری اتفاقا میفته. خب کل قانونی که اینجا داره شکل میگیره بر اساس منطقیه که ما توی آپدیت دوره سابستنس پینتر راجبش خیلی حرف زدیم. خب صرفا ایده هست، یعنی ساختار این خیلی ساختار پیچیده ای نیست، صرفا شما یه رابطه بین دو تا مسک رو تعریف کردی. خب مابقیش ایده است همین، یعنی چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. ولی چند تا از این کارا توی مارکت داریم؟ اصلا نداریم دیگه، همین یه دونه است دیگه. من ندیدم. یکی دو تا هست ولی خب چند تا از اینا داریم. در مقایسه با اینم اسمارت متریال دیگه، در مقایسه با مثلا اسمارت متریال چوب و پارچه و نمیدونم چرم و موارد این شکلی، فلز و اصلا خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه. خب بس از بحث من دارم میگردم دنبال ریویوش پیدا میکنم، من ریویوشو پیدا نکردم. نکته یادم قبلا ریویوشو دیده بودم. آره منم یادم ویدیو داشت، نمیدونم حالا شاید تو پروفایلش بتونم پیدا کنم. بذار برم توی حالا نمیخواد حالا فلاش. من ندیدم اینجا. این هست همون اولی فیلم. اینه گفتم دیدم. آره پینت میکنه، این اتفاق میفته. خب بچه‌هایی که دوره آپدیت پینتر رو دیدن دیگه میدونن آقا انکر پوینت چجوری این کار رو انجام میده. ایده است فقط، یعنی فقط نشسته فکر کرده، خب یا یک نیازی بهش برخورده، یه همچین کاری مثلا می‌خواسته بکنه، شروع کرده به پیاده سازیش. اصلا چیز عجیب غریبی نیست، اصلا جدی دارم میگم، اصلا چیزی نیستش که بگیم آخه فقط ایده است، خیلی جذابش کرده. آره واقعا آره. خب اسمارت متریال های عادی که ما در سطح مارکت میبینیم، خب دسته‌بندی های مختلف، کاتگوری های مختلف که وجود داره، مثل یه توضیح کوچیکم در مورد اسمارت متریال میخواد. توی دورت گفتی دوره سابستنس پینتر. بله اسمارت متریال، ببین سیستم اسمارت متریال داخل سابستنس پینتر این شکلیه که ما یک سری لایه داریم، خب که این لایه ها به هم دیگه وابستن و وقتی که ما این رو میندازیم روی مدل های مختلف نسبت به فرم و شکل و حالا اون خاصیت مدلمون نتایج مختلفی رو به ما میده. یعنی در یک ساختار کلیه و یکسان شما نتایج مختلفی میگیرید. نسبت به لبه ها ریاکشن داره، نسبت به فرو رفتگی ها ریاکشن داره و هزاران اتفاق مختلفی که میتونه بیفته. این ساختار اسمش اسمارت متریاله. خب دم دستی ترین حالتش اینه که مثلا شما یه همچین متریال فلزی رو بسازی توی پینتر، روی مدل های مختلف بتونی پیادهش بکنی. حالت پیشرفته ترش داخل نرم افزار سابستنس پینتر اون
کاریه که قبلش دیدیم. خب و اینم خب یه نمونه از کارهای خودمونه، گفتم خالی نشون بدید دیگه. جاش آره دیگه جای خالیش حس میشد دیگه بعد. خب کار قبلی رو بگو دیگه. یعنی اسمارت متریال الزاماً فلزات نیست. نه همه دسته‌بندی ها، همه متریالی میتونه جزء اسمارت متریال باشه به شرط اینکه روی سطوح قابلیت ریاکشن، روی سطوح و در واقع روی لبه ها قابلیت ریاکشن پذیری داشته باشه. احسنت، دقیقاً. میگم سیستمی که جزئیات مثلا وقتی به لبه میرسه رنگش عوض بشه، یه سری مثلا خوردگی ایجاد بشه یا چیزای این شکلی. خب محصول بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم یک مدل اسمارت متریالیه که شاید توی اون تعریفی که قبلا داشتیم نگنجه. یعنی چی؟ ببین 3 تا محصول قبلی که نشون دادم صحبت کردیم راجعش، فقط توی سابستنس پینتر قابلیت اجرا داره. خب مگه اسمارت متریال همشون تو سابستنس پینتر نیستن؟ این یه تصور اشتباهیه که به خاطر لفظ و اون کلمه اسمارت متریال که جزو گزینه‌ها و آپشن‌های سابستنس پینتره تو ذهن ما وجود داره. نه، اصلا اینجوری نیست. ما با دیزاینر اتفاقا میتونیم اسمارت متریال هایی رو بسازیم خب که خارج از سابستنس پینتر هم کار بکنه. مثلا کجا؟ مثلا همین چیزی که الان اینجا داریم میبینیم. خب میتونیم ساختارش رو جوری در نظر بگیریم که ببریمش به عنوان مثال توی آنریل انجین یا حتی ببریمش مثلا توی 3ds Max. خب بهش یک سری ورودی بدیم که ورودی هاش میشه با همین ساختار، با همین آپشن ها و همون کنترل هایی که توی سابستنس پینتر داری و همون خروجی. خب قطعا یه سری محدودیت ها وجود داره، مثلا نمیتونید تغییرات توی دیزاینر ساخته میشه. آره، نحوه ساختش اینجوریه که شما توی دیزاینر منطق و قانونشو در میاری، خب بعد می خروجی میگیری به صورت آرشیو شده، بهش میگیم SPSAR یا مثلا SPSAR. بعد اینو میتونی ببری حالا توی آنریل انجین با پلاگین سابستنس اجراش بکنی، ورودی بهش بدی و تمام. میتونی ببری توی 3ds Max، تو ویره، کرونا، آرنولد یا هر موتور رندر دیگه استفاده بکنی. میتونی ببری توی بلندر ازش استفاده بکنی. یعنی ببین منطقه یه چیز ثابتیه که تو درآوردی، خب فقط بهش ورودی میدی، پارامترها رو تغییر میدی و خروجی میگیری و تمام. این یک مدل اسمارت متریالیه که شما میتونی همه جا استفاده بکنی. حالا به نظر چند تا از اینا ما کلا داریم توی مارکت؟ یعنی از تعداد انگشتای دستت هم کمتره. خیلی کم. خب نهایتا 1-2 تا باید باشه. آره ببین حالا این مثلا روی استایلایز کار کرده. خب پارامترش این چیزاییه که اینجا داریم میبینیم. اوکی، بریم محصول بعدی. اینم یکی از همیناییه که دارم بهت میگم. خب این محصول چقدر محصول خوبی. آره. اون زمانی که این اومد ترکون. دقیقاً. نکته‌ای که وجود داره که اینه که اینو هم میتونی توی پینتر و همون ساختار قبلی بسازی، مثل اون در واقع خط میکشیدی تیکای فلزی میورد روی پوست، همون شکلی میتونی کار بکنی. خب هم میتونی چیکار کنی؟ بیاری توی دیزاینر بسازی. حالا یه نکته جالب دیگه بهت بگم، تمام اون کارهایی که توی اون 3 تا محصول اول که توی پینتر اتفاق میافتاد بود، همه اونا هم قابلیت تبدیل شدن به این که بره توی دیزاینر و همون خروجی همون ساختار رو بگیره داره و خروجیش بشه یک خروجیش بشه یک خروجی که توی دیگر نرم افزارا بتونی ازش استفاده کنی. دقیقاً. خب به غیر از این موضوع شما میتونی اسمارت متریال با سابستنس دیزاینر بسازی. خب حالا لفظ اسمارت متریال هم ریاکشن داره نسبت به مدل، هم پارامترهایی داره که شما وقتی تغییرش میدی خب میتونی نتیجه رو کنترل بکنی. و خروجی نهاییشو من به عنوان کاربر دارم میگم. این نمونه این چیزی که داری میگی رو نشون بدی الان رو همین چیزیه که الان دارم اینجا بهت نشون میدم. آها، نسبت به اون الان 2 تا چشمه. آره، یه گزینه داره بدنه ریاکشن. ببین یه گزینه داره میزنی خب و توی پوزیشن مدل حرکت میکنه. این در واقع توی نرمال مدل حرکت میکنه. آره توی در واقع ورد پوزیشنش حرکت میکنه، دایرکشن رو متوجه میشه. خب حالا مثلا اینا میگیم یه سری کارهای پیشرفته است، یعنی شما باید تجربه زیادی تو دیزاینر داشته باشی، یه سری مسائل تکنیکال رو بدونی. اما تو همون مثال فلز هم شما میتونی اون ساختاری که توی پینتر داشتی رو بیاری توی دیزاینر.
خب و همون اتفاقا بیفته. حالا میخوام تو پرانتز یه چیزی رو بگم. ببین اون اتفاقی که توی پینتر میفته، اسمارت متریالی که ساخته میشه خوبه، قابل درکه، برای کاربرم قابل استفاده است. خب من خودم به عنوان یک یوزر مبتدی دارم خودم به عنوان یک یوزر مبتدی در نظر میگیرم، ترجیح میدم پول بدم، یک فایل بگیرم، فایل رو بیارم بذارم، یه سری پارامتر داشته باشه، تغییرش بدم، تا اینکه مثلا 15 تا لایه مختلف با همدیگه متصل نمیدونم مثلا چی و چی کار بکنم. خب یعنی شما با دیزاینر خودمونه دیگه توی تولید محصول جنریتور دیزاینر. آفرین، اون فابریک جنریتور بود که اولین بار ما تولیدش کردیم، دقیقاً همین منطق پشتش بود. خب یعنی ما فکر می‌کردیم خیلی محصول خوبی بشه، ولی دقیقاً همین اتفاق افتاد. یعنی چیزی که مهدی گفت، یعنی ما رفت داخل مارکت دیدیم نه آنچنان هم استقبال نشد، به خاطر که پیچیده بود برای کار. اون اشتباه ما بود که اونو پیچیده کردیم. همونو اگر ساده کار می‌کردیم خب استقبال بهتری ازش میشد، چون ما کلی آپشن داده بودیم. یعنی انگار مثلا یه اتاق هواپیما بود، واردش که میشدی انقدر دکمه داشت، انقدر پارامتر قابل تغییر داشت که تو میموندی. خب بهترین مثال این اسمارت متریالا میدونی چیه؟ چی؟ خود متریالای سابستنس. متریالای سابستنس رو دیدی میندازی هیچ چیزی مشخص نیست، یه دوتا پارامتر داره، رافنسش رو کنترل کن، کالرش رو تعیین کن. خب اونا میتونه مثال خوبی باشه به همون سادگی. و من شما اصلا خودت به عنوان کاربر ترجیح میدی که یه فولدری رو بیاری توش 15 تا لایه باشه، یا یک لایه‌ای رو بیاری دو تا پارامتر قابل تنظیم داشته باشه و تمام. قطعا دومی. نتیجه هم یکسان. قطعا دومی سریع انجام میدم، درگیرم نمیشم. بس میبینید چقدر دیزاینر میتونه تو تولید اسمارت متریال کمک بکنه. حالا فکر میکنید چند درصد از بچه‌ها از دیزاینر برای این موضوع استفاده میکنن؟ میتونم بگم هیچ کس. هست از انگشتای دست ما کمتره. خب من انگشت دستم یه دونه بیشتر نیست. اونجوری بخوای حساب بکنی آره. ولی جدی دارم میگم این موضوع رو، حالا جدا از هر گونه شوخی، دیزاینر خب قدرت اینو داره که تو بیای یک محصول پالیش شده، یه ترتمیز مرتب خوشگل خوش فرمو به کاربرت بدی. و نکته مهمش کجاست؟ اینی که قابل استفاده تو مکس، توی آنریل انجین، توی یونیتی، توی بلندر، یعنی فقط مال پینتر هم نیست، خیلی جای دیگه میشه ازش استفاده کرد. خب حالا میریم سراغ ابزارهای تکسچرینگ. ما همیشه نباید متریال تولید بکنیم، خب همیشه نباید بیایم یه چیز کلی رو ببینیم، ما میتونیم این نیازهای کوچیک رو برطرف بکنیم. خب من میام یه ابزار میسازم مثل این چیزی که اینجا هست، شما میای اضافه میکنی به براشت، یه سری اسلایدر داره، نوع پیچ ما انقدر الان کار داریم نمیدونیم کدومش انجام بدیم. میگم ایده خیلی زیاده. خب تو اشتباهت اینه که اینا رو میای به من نشون میدی. ایده خیلی زیاد، واقعا ایده خیلی زیاده. و یه چیزی رو من داشتم یه چند روز پیش پادکستی رو گوش میدم، خیلی کوچیک اینجا بگم. تو اون پادکست یه مثالی آورد، من رفتم مثاله رو هم دیدم. ببین یه سایتیه، خب تمپلیت توش میفروشن، تمپلیت هر چیزی. خب یه نفر اومده تمپلیت برنامه‌ریزی روزانه خودش رو گذاشته واسه فروش. یعنی چی؟ یعنی اون جدولا هستش که مثلا امروز چی کار بکنم، برنامه‌ریزی میخوام بکنم، مثلا صبحمو چی کار بکنم، ظهرمو چی کار بکنم، یا روزانه بود یا هفتگی بود، دقیقا یادم نیست. آقا طبق صحبت خود طرف خب $2 میلیون توی 2 سال درآمد داشته از فقط تمپلیت، فکر میکنم 10 یا 15 دلاریش. یعنی بخوای فکر بکنی خب ایده خیلی مسخره ایه، خیلی، ولی چون داره تایم سیو میکنه یک سری آدم. ما همین الان هم توی کار خودمون داریم میبینیم دیگه. مثلا توی اون ویدیویی که من با احمد گرفتم، من میذارمش اون بالا، تو دسترسیت به اون بالا راحت تر، انگشت اشاره کن این بالا. البته رو تصویر من که داره رکورد میشه شما بالایی. خب توی اون ویدیو
اصلا یه سری محصولات میبینیم عددهای چند صد هزار دلاری فروخته شده ازش توی مثلا 2-3 سال گذشته. اصلا کلن بحث مارکت عرضه و تقاضاست. خب یعنی تو باید یک چیزی رو عرضه بکنی و برای اون باید تقاضا وجود داشته باشه. من کی حاضرم پول خرج بکنم؟ زمانی که میبینم یک کاری رو تو اومدی برای من انجام دادی، یه سولوشنی رو راه میگم الان مثلا حسابشو بکن، تو میخوای یه کار هارد سرفیس انجام بدی، خب خیلی کار سختی نیستش که بگیم آقا مثلا بریم آلفای پیچ و نمیدونم مهر رو حتی بسازی، یعنی کار پیچیده نیست این موضوع که بری بسازیش. خب یعنی یکی 2 جلسه دیزاینر دیده باشه، یه ساب ترک و مثلا 4 تا شیپ بلد باشه، انواع اقسام پیچا رو میتونه بسازه. نکته کجاست؟ اینه که من اومدم یک قالب برای تو ساختم، میگم نرو این کارا رو بکن عزیزم، بیا اینو بنداز تو براشت، انتخاب کن چی میخوای، میزان اسکرچش و نوع متریالش و شکلش و فرمش و حالتش، هر چی که دوست داری قابل تغییره، استفاده کن. چقدر؟ $8. حاضر نیستی بابتش پول بدی؟ چرا؟ کلی ازت تایم سیو میکنه. خب به خاطر همین میگم ایده خیلی زیاده، ولی باید اول خودمون کار کرده باشیم تا این ایده بیاد سراغمون که اینو اگر من بیام این کارو بکنم مثلا میتونه یه جواب خوبی باشه. بریم کار بعدی. کار بعدی هم باز هم یک جنریتور دیگه ایه، خب که این شبیه ساز قطرات آب روی در واقع مدل. خب اینم با دیزاینر ساخته میشه یه همچین چیزی و بعد میتونه توی پینتر استفاده بشه، بقیه جام استفاده بشه. خب ریسورس بعدی که خیلی تو پروسه تکسچرینگ کمک میکنه و ساختش میتونم بگم خیلی کار سختی نیست، خب همین استنسیلاست. شما از روی عکس میتونی این کار بکنی، توی دیزاینر میتونی بسازی، توی فتوشاپ میتونی بسازی، فقط باید بلد باشی چجوری به قول معروف نیازه رو پیدا بکنی، خب ریسورس ها رو جمع بکنی و تبدیلش بکنی به استنسیل. دیگه سیاه و سفید کردن تصویرم فکر نمی کنم خیلی خنده من خنده آموزش خاصی داشته باشه، یعنی یه سری تصویر سیاه سفید میشه محصول. همین که اهمیت نمیدی به این قضیه و از کنارش داری رد میشی. ببین داستان اینه که سر این محصوله من پام توی یک کفش کردم، گفتم باید بدیم. آره گفت نه نمیشه محصول موفقی. آره الان مثلا خود سریع از نه ببین میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که واقعا دیدگاه خب چیزیه که اگر تغییر پیدا نکنه یعنی ایراد داره طرف. شاید یک زمانی من میگفتم نه، ولی خب الان میگم آره، یعنی من تغییر کردم دیگه، فهمیدم. نه جانم حالا بچه‌ها من سر این محصوله پامو توی یک کفش کردم، گفتم اصلا محصول آماده بود، تمام بود. ایدئالگرایی، ببین ایدئالگرایی واقعا بلای خانمان سوزیه، جدی میگم. آقا اینو ببین 30 تا ریت گرفته، 13 تا ریویو گرفته. خب محصول قدیمی یا محصول جدیدی نیست. حالا ریت و ریویو گرفتم تو آرتسشن، مثلا ما از رو هر 1000 تا فروش شاید 2 تا مثلا ریویو بتونیم در بیاریم. التماس و خواهش آقا جون هر کی دوست داری بیا ریویو بذار، بیا ریت بده. بعد اونایی که راضیان نمیان بذارن، حالا یکی میاد فایل رو نمیتونه دانلود کنه، از حالت آرشیو خارج بکنه، میاد مثلا ریت 3 میده، ریت 2 میده. از این داستانا هم هست. ولی خب همین که تونسته 30 تا ریت و 13 تا ریویو مثبت بگیره، یعنی ببین چقدر 4 تا تصویر سیاه سفید برای آدم ها مفیده. حالا ریا نباشه، مال خودمون بیشتره، میدونم بیشتره، نه منظورم اینه که گفتم حالا ریا نباشه. آره محصول اینجوریه. یا بیت ریویوی خودمون رو همین محصول مشابه بیشتر. آره 100% میگم من مثلا محصولات خودمون نیوردم چون واقعا همش مارکت خودمونی وسط بود. آره ریا میشه. آقا اینو ببین، خب میخوام ایده رو بهت بگم. این چقدر محصول خوبه، یادته در مورد این بهت گفتم همچین چیزی بدی؟ آره ببین این خب خیلی محصول جالبیه. ایده از کجا اومده؟ یه سری تصویره، شما تو اکثر کارا ازش استفاده میکنی، درسته؟ اینم با دیزاینر ساخته میشه. حالا صرفا جهت این که گفته باشم که بدونیم مال با کدوم نرم افزاره. این سیستمش این شکلیه که یه تصویر رو شما میاری، یه سری قوانین روش تعریف میکنی.
جاها خوردگی لبه داشته باشه، لبه‌اش که خورده شد مثلا اینجاها رده مثلا کاغذ داشته باشه، بعد خوردگی مثلا یه خورده بیاد داخلتر این سفید باشه، بعد رنگو ببینیم درت روش باشه، نمیدونم چروک روش بیفته. یعنی شروع می‌کنی یک منطقه این شکلی پیش بردن. حالا همه اینا توی دیزاینر قابلیت کنترل داره. یعنی تو میتونی میزان خوردگی رو تنظیم بکنی، خب، و مثلا نوع چسبه رو تنظیم بکنی، عوض بکنی که حالا خیلی نباید پیچیده بشه دیگه چون کاربر گیج میشه. بعد که قانون رو درآوردی دیگه میشه کپی پیست، یعنی فقط ورودیه رو عوض میکنی همین و میشه یک محصول. یا محصول خیلی خوبی بود. اینجا هم نگاه بکنی خب میتونی ببینی اون چیزها، اون پارامترهایی که داره. خب شاید اولش ساختش زمانگیر باشه، خب چون منطقه رو باید پیاده بکنی دیگه، اما مطمئن باشیم، اینو دارم جدی میگم، مطمئن باشیم زمانی که یک ابزار خوب و کار رو انداز بسازیم ارزش زمانی که گذاشتیم رو خواهد داشت. اینم یه مدل دیگه از ابزارهایی که میتونیم درست بکنیم. من خیلی گشتم دنبال این که بتونیم براش واسه یه سابستنس پینتر پیدا بکنیم، متاسفانه چیز چشمگیری پیدا نکردم دیگه. یکی از محصولات خودمون آوردم. اینا همش توی زیبراش قابل استفاده است. خب ما اینو با دیزاینر ساختیم، اوکی، توی زیبراش قابل استفاده است، توی پینتر هم قابل استفاده است، یعنی هم زیبراش هم پینتر. خب و اینو من صداشو قطع کنم. ببین سیستمش هم اینجوریه که شما میای براشو میکشی، پترن رو داری، به همین راحتی. الان که دیگه پستول هم اضافه شده دیگه اصلا واویلا دیگه، یعنی فقط بریم تو پینتر شروع بکنیم به کار کردن. انار و گلپر. آره. خب اینم با دیزاینر ساخته میشه ولی باز برای پینتر استفاده میشه. و نکته مهمش کجاست؟ نکته مهمش اینجاست که ببین این خودش دریایی از ایده است، یعنی اصلا عجیب و غریبه. خب حالا فکر میکنی بیشترین موضوعی که توی این سبک از کار شده چیه؟ استیچای لباس. آفرین. اصلا نمیدونم چرا خط دوغ، فقط خط دوغ، فقط خط بابا. الان اصلا که دیگه همینجا بهتون این سیگنالو بدم، اصلا تولید خط دوغ دیگه هیچ منطقی برای سابستنس پینتر نداره. چرا؟ چون تو ورژن جدید پینتر خود ادوبی اومده یه متریالی گذاشته دیگه، تو بیشتر از اون نمیتونی پارامتر رو اصلا بیشتر تو نیاز نداره. آره اصلا که نیاز نیست، ولی بیشتر از اون هم نمیتونی، انقدر لیست بزرگ و بلندی داره و با کیفیت. پس دیگه اصلا سراغ اینجور چیزا نبریم، سراغ چیزای جدیدتر. و پستول، خود اون پستول خب یه قفلیه که اگر باز بشه انقدر ایده توش هست، بی نهایت، واقعا دارم میگم بی نهایت. هر کاری میتونی باش بکنی. بریم سراغ بعدی هم باز یکی از کار خودمون آوردم، گفتم زشت از کار خودمون نمیشه. پترن. ببین پترنا تو دیزاینر ساخته میشه، دوباره تو زیبراش هم استفاده میشه، تو ویدیو قبلی هم گفتم، توی سابستنس پینتر هم استفاده میشه. به غیر از اون خروجی تکسچرش رو، یا حتی این نکته یا حتیش مهمه، اگر با دیزاینر بسازیم که ما ساختیم، بیایم روش زمان بذاریم، پارامتر بهش بدیم، اون وقت دوباره میتونی هم تو تیری مکس استفاده بکنی، هم تو آنریل استفاده بکنی، هم تو پینتر استفاده بکنی و هر جای دیگه مثلا سینما 4D یا چیزای دیگه که در واقع سابستنس رو ساپورت میکنن. خب میتونی استفاده بکنی و پارامتر داری، یعنی میتونی رنگ زرد رو بگی طرف خودش عوض بکنه، نوع پترن رو خودش عوض بکنی، یعنی انگار داری جنریتور فابریک مثلا پترن میسازی مثال. خب با کلی پارامتر میتونی تعدادش رو کم و زیاد بکنی، بافت روش رو تغییر بدی و چیزایی دیگه. یعنی میخوام بهت بگم که گیر کردن رو یک سری از موارد خب خودکشیه توی مارکت. شما کلی محصول میتونی تولید بکنی، کلی ایده وجود داره که میتونی ورداری تبدیلش بکنی به محصول، به مشتریت ارائه بدی. حالا همه میچسبن به آره متریال چوب و استیچو. آره. یکی دیگه از دسته‌بندی هایی که شما اگر دیزاینر رو بلد باشی، خوب یاد بگیری، تجربه خوبی توش کسب بکنی،
اینه که میتونی بیای تولز برای خود دیزاینر بسازی. ببین این چیه؟ اج دمیج. اوکی، ساخت یه همچین اج دمیجی کار سختی نیست. شاید مثلا بهت بگم یه رو وقت تو میگیره تا بتونی یه همچین چیزی رو بسازی. خب این آدم چیکار کرده؟ اومده یوتیلیتی نود درست کرده به اسم اج دمیج. 6 تا 10 تا 15 تا پاسیبیلیتی برای اج دمیج رو گذاشته تو یک فایل. میگه آقا تو پترنت رو، اون ورودیت رو با این شرایطی که من بهت میگم به من بده. خب بعد هر کدوم از این حالتایی که خاصی رو من میام واسه جنریت میکنم. خروجی ها هم داریم میبینیم، این قبلشه این بعدشه. با چیزای مدلی رو خیلی راحت میتونی باش بسازی. اوکی، حالا اینم که دیگه یکی از میشه گفتش خداوندگاران دیزاینره و تولکیتی که داره مثلا میده بیرون. آره، تولکیتی که داره میده بیرون چجوریه؟ اینه که میاد یه سری ابزار برعکس، یعنی این مثال اون صحبت اولیه‌مونه. خب دنیل تو خیلی از پروژه‌های بزرگ داره کار میکنه، درسته؟ با کلی آرتیست جونیور و مثلا مید لول و اینا داره کار میکنه. میاد چیکار میکنه؟ نیازهای اینا رو جمع میکنه، براشون ابزار تولید میکنه. این کارشه ها، یعنی این فقط واسه مارکتش نیست. خب تو پروژه شخصی خودش یه سری کارا رو میخواد انجام بده، میاد ابزارشو میسازه. خب مثلا میخواد کارهای کلاسیک انجام بده. حالا اینجا مثالشو میزنم. یه اسکریپتی هست توی TDS Max به اسم سویپ پروفایل، اگر اشتباه نگم، که لاین رو بهش میدی، پروفایل‌های مختلف انتخاب میکنی. خب مثلا تو دیزاینر شما یه گرادینت داری، با کرو میتونی حالتهای مختلف داشته باشی. همین حالتهای مختلف رو طرف اومده کرده تو یک فایل، میگه تو گرادینت تو به من بده، بعد بیا توی لیست انتخاب کن چی میخوای. خروجی‌های مختلف میگیره. خب کار سختیه، به جرئت میتونم بگم حداقل تا 70% داستان نه، حالا 30% دیگه میشه دید تکنیکال، تجربه و موارد دیگه. خب ببین یه ورودی داده، حالتهای مختلف، تمام شد رفت. گرفتی چی شد؟ گرفتم. آره. و ابزارهای این شکلی میشه آدم خود بچه‌هایی که میخوان اینو یاد بگیرن دیزاینر بلد باشن کافیه براشون دیگه. ببین اصلا دیزاینر یه هیولاییه، خب که در شکل یک گربه، یک پیشی کوچولو مثلا شما میبینیش، ولی این وقتی که موتورش روشن بشه اصلا انقدر میتونی بخواش تولید بکنی که دیگه نیاز به چیزی نداری. چی؟ 40 دقیقه شده ضبطمون الان. خب سریع جمعش کن، آخرشه دیگه، چیزی نمونده. یکی دیگهش که میتونه گزینه خوبی باشه اینی که شما بیا یه سری موضوعات، حالا من اینجا آجر که همه دیگه دیدن در واقع دارم مثال میزنم، یه مثال رو برداری، یه موضوعی رو برداری، به حالتهای مختلفش رو تولید بکنی به شکل‌های مختلف. خب حالا اینو دو جور میتونی بفروشی: ابزار برای پینتر و سایر نرم افزارها، خب ریسورس برای کسایی که میخوان یاد بگیرن، یعنی تمپلیت بفروشی. خب من میام اینو میخرم ببینم تو چی کار کردی، بعد میام رو کار خودم پیاده میکنم، یا ابزارتو میخرم ازش استفاده میکنم. یه تیر دونشون. اینم که خب هم مثل ابزار استیکره. میرسیم به بحث تمپلیت. خب بحث آخرمونه دیگه، داستان جمع میشه. تمپلیت یعنی چی؟ یه زمانی میومدن فایل مکس رو میفروختن، خب واسه یه مثلا تنظیمات نور، تنظیمات رندر. آره. اینجا توی پینتر و دیزاینر هم همچین چیزی وجود داره، خب ولی نه به اون شکل و به اون حالت چیپ بودن. سیستم اینجوریه که شما میای یک سری قالب آماده در نظر میگیری، به مخاطب میگه آقا بیا مدل تو وارد کن، کاری که میخوای رو انجام بده طبق دیسکریپشنی که من میدم، بعد تو به اون نتیجه میرسی. اینی که اینجا الان دارم نشون میدم، خب RGBA یک مدل، یک متد تکسچرینگ واسه آنریل انجین و یونیتی و حالا سایر موتور رندرها برای اسست های بزرگ. یعنی مثلا یه کوه رو میخوای کار بکنی، مثلا یه ساختمون بزرگ رو میخوای کار بکنی، خب به جای اینکه بیای خودتو درگیری بکنی توی پینتر متریالش رو بچینی، تو میای یه سری ماسک میسازی، از اون ماسک توی
متریالت مثلا توی آنریل استفاده میکنی برای اینکه کیفیت کارتو حفظ بکنی، دیتیلایی هم که میخوای وارد بکنی. این چیزیه که البته تو دوره آنریل انجین راجبش صحبت میکنیم خب توی فصل 3. صرفا حالا برای بچه‌ای که نمیدونن گفتم یه توضیح بدم. این قالبشه. یه مثال دیگه، آقا من اومدم زمان گذاشتم، خب یه دونه مدل این شکلی ترتمیز مرتب خوشگل آماده کردم، خب آموزشش رفتم تو یوتیوب انتشار دادم، یعنی دیدن آموزشش رایگانه. تا اینجا اوکی شد؟ حالا میبینم استقبال خوبی شده، فایل پروژه‌شو میام میفروشم. ببین به مدت 1 ماه این فایل ترندینگ بود توی آرت استیشن، خب و این نشون میده که مخاطب داشته، نمیتونی بگی نداشته. اوکی، پس یعنی شما میتونی فایل رو آماده بکنی، خود فایل رو به فروش برسونی. برای دیزاینرم که یکی از مثالهای بزرگ و خوبش میتونه همین باشه، معروف ترین مثال دیزاینر دیگه. آره ببین طرف اومده 6 ماه زمان گذاشته یه همچین نتیجه ای رو گرفته، حالا فایلش رو داره به تو میفروشه، میگه میخوای یاد بگیری این چجوری ساخته شده، بیا $17 بده بخر برو ببین یاد بگیر، نوش جونه جاناتون. خب و اصلا نه این آدمیه که مثلا بگیم شناخته نشده است و همینجور رو هوا کار میکنه و نه فیدبکی که گرفته منفی بوده. انقدر آدم هستن که دوست دارن اینو بخرن و روش استادی بکنن که ببینن آقا مثلا این دیتیله چجوری در اومده. کسایی که اول کارن و میخوان شروع بکنن، یکی از بهترین مدل های ریسورسه برای یادگیری. و حتما نباید متریال کامل باشه، مثال قبلی. ببین طرف اومده چیکار کرده، اومده یه فایل دیزاینر درست کرده، خب قالب ها و اون گراف های کوچیک کوچیک رو گذاشته کنار هم دیگه برای هر موضوع، برای چوب، برای نمیدونم اج اسکال، برای سنگ، برای بتون. تو اونا رو میبینی یاد میگیری، میتونی ببری تو کار خودت هم استفاده بکنی و کلی سرعت کارت بره بالا. خب مثلا دنیل هم تقریبا همینجوری کاری کرده بود. فرقش با این کار چیه؟ اون فایلش بسته بود، یعنی تو فقط میتونستی ببری تو کارت استفاده بکنی، یادگیری نداشت. این به تو اجازه اینو میده که بری ببینی چی کار کرده، منطق پشت چیدن این نوت ها چی بوده که به این نتیجه رسیده و تمام. مرسی، قربان شما، تشکر میکنم، خواهش میکنم. خیلی خوب بود. امیدوارم این ویدیو یه کمکی کرده باشه، یه تکونی به خودمون بدیم، خب که صرفاً روی یک سری مسائل تکراری نمونیم. اگر میبینیم فروشمون اومده پایین، اگر میبینیم استقبال وجود نداره، اگر میبینیم که گیر کردیم توی مرحله، شاید بهتره که نوع دیدگاهمون رو عوض بکنیم. بسیار عالی، قربان شما، خیلی لطف کردید، تشکر میکنم. تموم شد. قربان آقا خسته نباشید، دم شما گرم که دوباره یه فرصت به ما دادی. قربانت. خواهش میکنم. بعد چند سال قربانت. خداحافظ.